یو گایز، درود به کرام به شما عزیزان دل، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. من حسام هستم، در خدمتتونیم با پوکو F7 محصول جدید شیائومی برای 24 جون 2025. با طراحی شروع می‌کنیم. حدوداً 215 گرم وزن این گوشی، طراحی خیلی خوشگل و باحال و رادستی داره. فریم دور تا دورش آلومینیوم، جنس پشتی از شیشه است ولی به شدت جای لک و اثر انگشت رو به خودش میگیره که دیگه با یه قاب حل میشه. بالای گوشی میکروفون دومو دارین به همراه 2 تا آنتن. سمت راست دکمه پاور و دکمه ولوم صدا رو دارین به همراه 3 تا دونه دیگه آنتن. پایین گوشی اسپیکر اول، درگاه تایپ C، میکروفون اول و اسلات سیم کارت به همراه 2 تا خط آنتن دیگه. سمت چپ هم خبری نیست، فقط یه دونه خط آنتن روش هست. طراحیش خیلی خوشگل و شیک و باحاله. منو به شدت یاد آیفونای چند سال پیش میندازه. یک مربع سفت و قرص و محکم و لبه های تیز خوش فرم که توی دست قشنگ قرار میگیره و باعث افتادن و لیز خوردن و این چیزها نمیشه. همین باعث شده صفحه نمایش تمام صفحه داشته باشین. یه دونه پنل جلویی کلا تقریبا 89% پنل جلو رو صفحه نمایش به خودش اختصاص داده. حاشیه‌های خیلی کمی دارین که کمتر مزاحمتونن. سلفی این بالا دوباره حاشیه‌اش خیلی مناسب عالیه و اسپیکر مکالمه رو دارین که به عنوان اسپیکر دوم هم ازش استفاده می‌کنین. توی پنل جلویی صفحه نمایش 6.83 اینچی امولد دارین که HDR10 پلاس و دالبی ویژن و اینا رو همه رو ساپورت میکنه. 68 میلیارد رنگ هم داره، 120 هرتزی هم هست از قضا و سرعت خیلی مناسبی رو داره. رنگ ها توش واقعا عالی هن. یعنی از کار کردن با این صفحه نمایش واقعا لذت میبرین. رزولوشنش 1280 در 2772 با تراکم پیکسلی 447 ppi. روشناییش تو کمترین حالت 700 نیت، روی حالت دستی تا 1700 نیت میتونه بره بالا و روی حالت اتومات تا 3200 نیت میتونه بهتون روشنایی بده. اینجوری در مقابل نور خورشید سریع متوجه میشه و نور شدیدتری رو از خودش بیرون میده که شما بتونید تمام صفحه نمایش رو خیلی راحت و عالی ببینید. این فوق العاده است. سچوریشن رنگ ها عالی ان، مشکی ها خیلی دارک و خشنن و خیلی خوب و غلیظ هستن. روشنی رو خیلی خوب میتونه تشخیص بده. همه چیز توی این صفحه نمایش عالیه. آماده برای یه دونه فیلم و سریال دیدن، آماده برای هر لحظه کار کردن باش و لذت بردن، برای ادیتاتون، برای هر کاری که باش انجام میدین، حتی گیم ها. توی سخت افزار گیم ها کوالکام اسنپ دراگون 8S نسل 4 رو داریم که 4 نانومتری هم هست. بغلش یه پردازنده آدرنو 825 هم گذاشتن که دیگه کارو براتون در میاره. خیلی راحت و روون و عالی توی بهترین حالت ممکنه خودش میتونه رندرهای سنگین رو براتون انجام بده. بازی ها، ادیت ها، نمیدونم هر چیزی که توی ذهنتون باشه رو خیلی خوب و روون میتونه پسش بر بیاره. این تراشه هم مثل تراشه های دیگه از 8 تا هسته تشکیل شده اما با چیدمان متفاوت. یه دونه هسته 3.21 گیگاهرتزی کورتکس X4 رو داریم. مابقیش همشون کورتکس A720 اما با چیدمان 3 تا هسته 3 گیگاهرتزی، 2 تا هسته 2.8 گیگاهرتزی و 2 تا هسته 2 گیگاهرتزی که هر کدوم به قشنگی کنار هم قرار گرفتن. هر کسی وظیفه خودش رو انجام میده که به شما بهترین پرفورمنس رو بدن. قرار نیست توی هیچ بازی لگ داشته باشین، قرار نیست تجربه بدی رو امتحان کنین، قرار نیست هیچ مشکلی براتون پیش بیاره. خیلی راحت و عالی سیستم گوشی جوری طراحی شده که خیلی خنک نگه داره گوشی رو و شما بتونید ساعت‌ها باهاش بازی کنید بدون اینکه به مشکل یا باگی بر بخورین. این گوشی توی 2 تا نسخه روونه بازار شده، 256 گیگ با رم 12، 512 گیگ با رم 12. هر جفتشون هم از سرعت UFS 4.1 بهره میبرن که سرعت خیلی فوق‌العاده‌ای واسه انتقال و دریافت دیتاها. حجمم که میبینید اگر انقدر زیاده به خاطر اینکه این گوشی مخصوص کارهای این چنینی ساخته شده، مخصوص گیم بازی کردن، مخصوص رندرهای سنگین. به خاطر همین هم حجم زیادی بهش دادن، هم رم قابل توجهی رو براش در نظر گرفتن. رم پایین‌تر از اون دیدن به کارشون نمیاد و گوشیشون رو ضعیف میکنه. اتوماتوار رفتن سراغ رم 12. بریم سراغ دوربین. با اینکه از الان بهتون میگم زیاد روی دوربینای این گوشی حساب باز نکنید برای تولید محتوا، چون اصلا سیستم این گوشی، یعنی سیستم سری های پوکو با تمام گوشی های دیگه شیائومی یا تمام گوشی هایی که تو بازار میبینید فرق میکنه. اینا کارهای سنگین باید بهشون بدین، کارهای ظریف مریف مثل فیلم برداری یا عکس برداری نباید بهشون بدین. البته میگم برای تولید محتوا، برای کارهای عادی، حتی برای تولید محتوا هم یک جایی به کارتون میاد اما نه به اون صورت حرفه‌ای که گوشی‌های پرچمدار میتونن براتون خدمات بهتری رو ارائه بدن. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل با دیافراگم 1.5 و اولترا وایدش هم 8 مگاپیکسل با دیافراگم 2.2.
توی نور روز و روشنی عکسای خیلی خوبی رو میتونه ثبت کنه، همچنین تصاویر خیلی خوبی، چه فیلم برداری چه عکس برداری فرق نمیکنه. همه چیز خیلی عالیه، دیتیل های خیلی خوبی رو بهتون نشون میده. خیلی راحت میتونه شلوغی تار و پود درخت‌ها رو براتون جدا کنه و شیپش رو قشنگ براتون در بیاره، بهتون نشون بده بدون اینکه تبدیل به آبرنگی بشه، بدون اینکه به مشکل حادی بر بخورین. اما هر چیز زومتر میکنین تازه میفهمین چه اتفاقاتی داره میفته. توی یه نقاط ممکنه خطاهای آبرنگی بدین، توی قسمت‌های تیره‌ای مثل خاکستری یا مشکی اونها نویزهایی دارن که تشخیصشون توی حالت عادی سخته، اما زوم که بکنین این اتفاق براش میفته. توی زوم دستی ها خیلی زیاده، اما توی زوم اتوماتوار خود گوشی حالت دیجیتالش که زوم میکنید اتفاق خاصی این اتفاق کمتر میفته. اما باز همون عکسی که با خود گوشی زوم کردین گرفتین و دوباره زوم که میکنید این اتفاقها دوباره مجدد دیده میشه. چیزی نیست که اذیتتون کنه، ما هم خیلی ریزبینانه بهش نگاه میکنیم و میریم جلو، وگرنه دوربینایی که توی این گوشی گذاشتن هر کدومشون به خودی خود دارن کارهای خیلی خفنی انجام میدن. اولترا وایدش هم خیلی عالیه، یک کوچولو چشم ماهی دوره تصویر دارین اما اصلا به چشم نمیاد. پورتره خیلی خوب میتونه سوژه رو از بک جدا کنه، خیلی بلر قشنگ و قوی بهتون میده، اما به خاطر نبودن لنز تشخیص عمق ممکنه بعضی وقتا بعضی ناحیه ها رو نتونه خیلی خوب تشخیص بده. اون هم باز به کمک هوش مصنوعی کاملا پردازش میشه و کاراش انجام میشه. اما یه تایمایی ممکنه نورها با هم تداخل داشته باشن، مثلا روشنی بره تو روشنی اونجا نتونه لبه رو تشخیص بده و اون یه تیکه رو کلا توی بلری قرار بده، وگرنه در غیر این صورت کاملا دوربین عالی و بکاریه برای ثبت لحظات، برای کارهای خیلی ضروری و مهم واقعا فوق العاده است. برای تماس تصویری که اصلا دیگه نیازی نیست راجبش صحبت کنیم. دوربین ها هم تا 4K 30 فریم و 60 فریم میتونن براتون فیلم برداری کنن که فیلم ها هم دقیقاً مثل عکس ها به همون شکل، همه چیز خیلی عالی و خیلی خوبه، بد نیست، نه در حد یه پرچم داره خیلی گرون. خب دارین یه قیمتی بابت این گوشی میدین که اصلا برای اون گوشی‌ها یه قیمت دیگه است، ولی خب اینو در حد یه قاتل پرچمدار بدونینش که کاربری خودش رو داره، یعنی صرفا فقط فوکوس روی سخت افزار و نرم افزار. با دوربین زیاد مراودتی نداره، نه در حدی که بخواد خیلی حرفه‌ای باشه، در حد خودش. توی نور کم و شب دقیقاً مثل روز اگر نور مناسبی بتابونید به جایی میتونه عکس‌ها و تصاویر خیلی خوبی رو براتون ثبت کنه. تا زمانی که نور داشته باشید همه چیز عالیه، اما اون تاریکی وقتی زیاد که میشه باز دوباره نویزها رو داریم که توی تمام گوشی‌های دیگه‌ای هست، و یا حتی پخش شدگی رنگ در یک ناحیه روی یه چوب مثلا یه خطی رو داشته باشین این نتونه خوب اونها رو تشخیص بده، فکر می‌کنه اون خط وجود نداره و ممکنه اینا رو با هم یک کوچولو تلفیق کنه و به هم بریزونه، که میگم باز این ریز جزئیاتیه که ما بهش توجه می‌کنیم، شاید اصلا حتی شما متوجهش نشین، اما توی خب شب این اتفاقا براش میفته. اجسام دور، اون چیزهایی که دور هستن رو خیلی خوب نمیتونه تشخیص بده که بخواد دیتیل یا تکسچرش رو بهتون نشون بده، اما اون چیزی که نزدیکتر هست و بهتر پردازش میکنه. هرچی دورتر میشه کمتر میتونه این پردازش رو براتون انجام بده. خارج از اون وقتی نور مستقیم میتابه به لنز دوربین توی شب باعث پخش شدگی یک حاله رنگی میشه که ممکنه یه جاهایی رو اعصابتون باشه. اگر نور مستقیم بخواد بتابه به دوربین همیشه باید زاویه‌تون جوری باشه که نور از پشت سر گوشی باشه تا از روبروش. این سلفیش هم 20 مگاپیکسل با دیافراگم 2.2 که در 80 30 فریم و 60 فریم هم براتون فیلم برداری میکنه. رنگ و لعابش واقعا بد نیست، من خوشم اومد، خیلی عالیه به نظرم. یک کم زردیش، یعنی ببخشید یک کم سردیش نسبت به گرمیش بیشتره و میچربه، یکم فضا رو سردتر براتون میکنه دیگه. بستگی به سلیقه خودتون داره، میتونید حالا دستکاری کنید این رنگا رو گرمتر کنین و رنگ ها رو خیلی خوب نشون میده، هیچ مشکل حادی من توش نمیبینم، حتی میتونه خیلی عادی تکسچر پوست رو براتون در بیاره. یه ذره سوراخ سنبه‌هاتون زیاده، یعنی شارپش خیلی بیشتر از حده، ولی خب کاملا مشخصه که دوربین سلفی خیلی خوبی داره دیگه. 20 مگاپیکسل دیگه برای تماس تصویری، برای اینکه بتونین آنلاین با رفیقاتون صحبت کنین، اینا واقعا فوق العاده است. مشکل حادی توی سلفی نمیبینم. این هم باز به همون اندازه زوم که بکنید ممکنه یکم تکسچر رو به هم بریزه، ممکنه پر از نویز بشه، ولی تو حالت عادی یک سلفی خوشگل رو بهتون میده. باتری این گوشی 6500 میلی آمپره. یه مدل هندی هم دارن که توش باتری‌های 7550 میلی آمپری وجود داره که دیگه فکر می‌کنم عالی باشه برای این سری. از آداپتور 90 واتی هم پشتیبانی میکنه که توی جعبش هم هست. حدوداً 80% گوشی رو میتونه توی نیم ساعت خیلی سریع براتون شارژ کنه که دیگه فوق العاده است. حجم باتریش هم که زیاده، پس این باتری رو قراره حالا با خودتون یک روز کامل طی کنید و
ازش لذت ببرین دیگه. این گوشی خیلی عالی میتونه تو سختیاتون باهاتون حرکت کنه بدون اینکه خاموش بشه. 22.5 وات هم ریورس شارژ داریم که میتونین اکسسوریاتون رو باشون شارژ کنین، البته اگر قابلیت شارژ شدن ریورس رو داشته باشن، مثل ساعتتون، مثل هندزفریتون، همه اینها دیگه. این گوشی هم توی 3 تا رنگ سفید، مشکی و سایبر سیلور روونه بازار شده که دیگه نسبت به سلیقتون هر کدومو که دوست دارید بخرید. حدود قیمتیش 40 تومنه. دقیقش رو نمیتونم بهتون بگم چون وضعیت دلار توی مملکت زیاد مشخص نیست، اما اگر خواستین تهیهش کنین برای اینکه بتونین جنس اصلی رو بگیرین و با تمام توضیحاتش بیشتر آشنا بشین، حتما پیشنهاد میکنم به شیائومی مرکزی سر بزنین. این گوشی رو اونا برامون فرستادن، اونجا خیلی راحت و روون میتونن براتون توضیح بدن، خیلی خوب میتونین گوشی رو بگیرین تو دستتون، همه چیز رو خیلی روشن و واضح میتونین داشته باشین بدون اینکه خدای نکرده سرتون کلاه بره. حتما بهشون سر بزنین. طبقه همکف مجتمع تجاری علایالدین پلاک 72. امیدوارم موفق باشیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظرتون رو راجع به گوشی‌های پوکو توی کامنت ها برامون بگین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.